هر کس به بچهش پول تو جیبی میده، بچهش دچار آسیب تربیتی میشه. پول تو جیبی مطلقاً ممنوعه. آقای دکتر نمیشه که. توضیح میدم. پولی که 2 تا شرط داره نباید تو زندگیت باشه. 1 میزانش مشخص و موعدش مشخص باشد. این 2 تا آسیبه. پول نه میزانش مشخصه نه موعدش. یه ما 100 تومن، یه ما 300، یه ما هیچی. بستگی به خدمات تو داره. تو چیکار کردی تو این خونه مستقیما 2 تومانی؟ چیکار کردی تو این خونه؟ تو دیگه ول چرخیدی؟ بچهای دهه 80 90 پول پرست حرفه‌ای ان. پول پرست. با پول زندگی میکنه. پولو بگیر تربیتت انجام میشه. چرا؟ پول بر اساس خدماتی که داده میشه. دکتر شرطی میشن. گوش کن. کارهای فردی پول نداره، شرطی میشه. نماز پول نداره، حجاب پول نداره، درس خوندن پول نداره، اینا وظیفه هاتن. جمع کردن اتاقت پول نداره. چی پول داره؟ کارهای جمعی. خونه رو کلا جارو بقیه بکشید 100 تومن بهت میدم. ماشینمو بشوری میخوام کارواش ببرم 150 بهت میدم. کارهایی که نفعش به جمع میرسه با انگیزه مالی بهش پول بده. اون وقت خواستاشو پول خودش بخره. میگه نمیگم میخوام هدفون بخرم با اون بخره. میگه نمیگه نت بیشتر میخوام با اون بگیره. پدر مادرهایی که همه چی رو فراهم میکنن خائنن. باید خود بچه برسه به بعضی چیزا. بذار با تلاشش برسه. قانون داره هر چیزی تو خونه. میگم بچه‌ها کار نمیکنن برای اینکه ما اضافه کار کردیم. ما اشتباه کردیم. من وضع مالی مثلا همتون بهتره. ولی تو خونه ما قطع چکون پول داده میشه. بذار هر انگی بچه‌ت میخواد بزنه. خسیس بهت بگه، نمیدونم گدا بهت بگه. از حرف بچه من نمیترسم. چون تربیت شوخی بردار نیست.